شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مجموعه‌ای از فعالین حقوق بشر در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا که از پاییز 2001 آغاز به کار کرده و از اون سال تا حالا عمده فعالیتش دیده‌بانی وضعیت حقوق بشر در ایران بوده، تهیه گزارشات ماهانه و گزارشات موضوعی در رابطه با مسئله اعدام، در رابطه با مسئله زنان، در رابطه با مسئله دانشجویی، در رابطه با مسائل کارگران و زنان بوده و در عین حال یکی از کارهایی که در دست کار خودش گذاشته رسوندن این نقض حقوق بشر ایران، یعنی وضعیت حقوق بشر در ایران به گوش افکار عمومی جهانی و نهادهای بین‌المللی بوده. در این راستا گزارشات ترجمه شده، اخبار ترجمه شده و به دست اونها رسیده و ما در 4 سال گذشته هر سال به ژنو اومدیم که مقر قبلا کمیسیون حقوق بشر و الان شورای حقوق بشر سازمان ملل هستش و در اونجا خواسته خودمونه که محکومیت نقض حقوق بشر توسط این نهاد جهانی است در خواستیم و در کنارش خواستیم که شورای حقوق بشر نظارتی مستمر بر وضعیت ایران بذاره با توجه به اینکه نقض حقوق بشر در ایران امری است گسترده، مستمر و برنامه‌ریزی شده. این شبکه فعالین داره چند گروه عضو هست؟ شبکه فعالین به 16 نهاد الان عضوش هستن و لازم به توجه که بسیاری از تلاشگران حقوق بشر مستقل و حتی به صورت مجموعه با این شبکه درون ایران و خارج ایران همکاری میکنن و یک تلاش جمعی است برای دفاع از حقوق بشر در ایران.